نیایم بریم هم گلاستو که طرف کپیم بگیم که ما را مجبور کرد لایک جواب دادن میتونی بچه پروستا کو من نمیدونم خودت نمیدونم همین گپ تا میزنی فکر نمیکنی که همین قانون کی صادر کرده که تاجیک همچون تروریست من ترا تاجیکی گفته هستم که اگر همین تشکیلات خارجی همین کار بکنن همین کار همین تبه شوه تو جواب دادن میتونی من ترا پرسیده شدم تشکیلات خارجی به مثل خودت یک انسان بی‌سواد نیستن یا با هر سخن در پشت اینها کار میکنن اگر تشکیلات خارجی ببین یک دقیقه اگر تشکیلات خارجی اگر ما همچون اکستریمیست و تروریست اگر قبول میکردن امروز ما در دامن رحمانوف بودیم لیکن تشکیلات خارجی گوش شنوا داره و گوش میکنه که ما چی میگیم فهمیدی که تمام تو مشکلات اینا چی رمون مشکلات جامعه را بیا گپ زنیم که همین گپ زن اکا تشکیلات خارجی میگوی گوش داره 10 سال پیش تمام همین تشکیلاتی که شما پیش میره عرض داد میکنه که برای اینفورماسیای تاجیکستان با ضرر حکومت بدن یا که یگان معلومات گرفتن اگو وای تک پروست دورمده و معلومات گرفتن نمیتونه پراویلنا وقتی بعد نمیتونه نه یا دقیقه معلومات نمیتونه حکومت تاجیکستان میتونه که وای بگیره همچون جاسوس محکم کنه پراویلنا خب انا که گوش که برای که معلومات را بچینه مبلغ گذاری میکرد تاجیکستان سوهای صنعت سوهای کشاورزی سوهای ایشا سوهای وایشا من خودم همین اساس میارم که در همین غرم زنبور پروری چاروا پروری خوش پروری هم خیلی چیزا در فینانسی رو بد میکرد با واسطه گویا که فینانسی رو بد کرده حکومت تاجیکستان و میدونم معلومات را میگرفت رسخاد میکرد بعد این معلومات را میگرفت حاضی همون تشکیلات در غرم یا که در تاجیکستان نیستن تشکیلات دیگر رسخاد نکرده سودیان دهنم کابینت کجا تا شیشتگی همه شما پاپکاکو دادستو میدوه میره به رسخاد میگه این اکا معلومات بگی این اکا معلومات بگی تنش نما این را داو وطنش راحت میتیا بیو میگه این معلومات بگی تمام ای بچه همین ترمز گم میزنی یک معلومات بگو که ما همین بیار رسونده باشیم که همین نادرست باشه درباره ژورنالیستا درباره تروریستا درباره اکستریمیستا که با گفتش محکم کردگی شما معلومات نداده تمام ما میگیم که ژورنالیستا را بدون اساس بردن پشت زندان کردن در حالی که دعوا میکنن که تاجیکستان یک دولت دموکراتی و حقوق بنیاد است و ژورنالیست باید از حقوق بشر دفاع کنه و عرض نیاز مردم بگه ما میگیم که در اینجا چهار ژورنالیستی انگوش شمار بود واقعا درد ملت هم میگفتن گرفتن بردن محکم شو میکنن آیا ما اشتباه کردیم همون در امریکا ژورنالیستی که پروتی بایدن گپ زد ای وظیفه ای سیستم ولیت کردن دین روز با پوتین گپ میزد دولت دموکراتی که دموکرات را اختراع کردگی ای خب کارپو خب چیکار کردک با ژورنالیست گرفت ولیت کرد ای سیستم ای بچه یکی از ایکور ولیت یکی زندان ای دو راز نوشی آخه تاجیکیت گفته هستم که وای در خودش تشکیل کننده دولت دموکراتی دنیوی در دنیا همین چیز با دیگران نشون داده شده که من دموکرات را اختراع کردیم همین ژورنالیستایی که در تاجیکستان پشت زندان رفتن آیا همین ها یگان کاری بد کردن حقای همین گپ تو نه همین کسایی که همین گپ تو حقیقته ها یا نه حقیقته بله بگوش مردم مجبور نکن که ما رو من لایک مونی با چک اسکر نبر در کفای وای محکم نکو به لایک مونه لایک اگر گپی ما حق باشه کو لایک مونن که نمی دلیل امام علی در همراه مخالفین یگان رابطه نداشت یک انسان ژورنالیست از دانشگاه تاجیکستان فارغ شدگی و دیپلم ژورنالیستی داشت و حقوق داشت که در تاجیکستان همچون یک ژورنالیست کار و فعالیت خودش ادامه بده اما متاسفانه از طرف رژیم خونخوار رحمانوف دیکتاتور پشت زندان رفت بگو که من اشتباه میکنم تمام کردی
اشتباه کردی یا نکردی این همه تگاب زدن نمیتونی این همه خیگاب زنی و مجبور نکنی مردم که لایک ما گفتم ای برادرو هر کسی که لایک موندگی نیست لایک بگذاره فهمیدی سخنی که ما اگر واقعا همین طرفداری که حق باشیم که دلیر امام علی همچون یک ژورنالیست حق بیان میکرد نه وابسته از یگان گروه طرفداری هم نمیکرد الماس خود ابدور یک دقیقه بس ما اون کسایی نیستم که قدیما در بلوی ما گپ زنی گوش که کسانی که همون عرض نیازی مردم بیان میکرد درد ملت با جامعه میرسون با مسئولین کسانی که در این استلایی که این قدر غوث پشتگی و خیانت به مسئولیتشون میکردن از اونها بیانیه میگرفت اون از طرف رژیم خونخواری رحمانوف پشت زندان رفت همین خطای امورم حق گوییم نه که لایک تره بد نمینیم تمام همین گپی من خطا بود فرهاد ابدور یک دقیقه صبر که همین گپی من خطا بود من تاجیکی گفته هستم که اگر همین گپ در نظر تو به خطا باشه گفتنش بگی نه که مردم مجبور نکی که لایک مونن اپشتی لایک تو استرادت اون لایک ما دست توی سرشون کوچه موندگی نیستم اوجا بخواه میمونه نمیخواه نمیمونه لیکن از ما طلب میکنم که برادرو لایک بگذاره لایک کی گذاشتن انا که دوامی سوال من همین چیز که در تشکیلات خارجی که اعلام کشید ما فقط در یک کار در اومدن نتونستیم تو جواب گفتم میتونی با حکومت رحمانوف یک حکومت ظالم هست یا نیست بگو برای من نه من یکم کم تمام زندگی من کم دیدم ایسا اوکی سرد ویرونه که همین سوال که نگوتی تمام نه در تو یک شهروند تاجیک همچون یک مسلمان قبول داری اول سوال من جواب تی تو جواب دادم میتونی بعد پگه همین کار کشید پگه همین کار شید تو جواب چی جواب تیم تو پگه نه تمام بگم اونجا میتونی با همین لایک ببین همچون یک مسلمان تو در شهروند با برنامه اسلامیش کردی تو سوال من جواب تی پگه من برام ترتیق تیرا بقبلم که تو مجبور کردی این مردم لایک موندن این مردم تروریست شدن ما اینا در اونجا کار اومدن نمیتونه اصلا که همین چی بگم چیز بگم بچا ببین تو کارات که موضوع را دیگه که نموخی سمردین ببین سمردین خودت عصبی شدگی خودت من یگان عصبی نیستم من 100%م تو همین گپ کلمه اکستریمیست و کلمه تروریست برا بآموز و بفهم که این دو کلمه چی معنا دارن و کدام شخصیت تروریست میگن و کدام شخصیت اکستریمیست میگن این همین با هم خوندگیه که ما خوندیم این الماس قطعی اقبال همه تو اقواگر که تحلیل کنی میشه و اکستریمیست این همین صدری تاجیکستان چند حزب هست که یک دقیقه برام اکستریمیست نه تاجیکستان 8 حزب هستی صدری تاجیکستان 8 حزب اکستریمیست نه بس حزبایی که افیشال فعالیت کرده سودیان گفت فعالیت کرده و نه اکستریمیست نه تروریست نه که حزبایی که با قطاری حزب نهضت اسلام و یا هم این ببینه سمردین هر چی باشه نباشه ما همین بک‌گراند میدونی تهداب خودت اگر تحکرسی کنیم خودت یک انسان با در تهدید کنی و با در اگراژت کنی نه ما تهدید نمیکنم دستیت دارم دستیت همه برورم با چون تو اولا جواب دادم میتونی یا نمیتونی تو بگم رفتم قطق تقب بدم که من این لایک شما من در یک اونجا کار در اومدن نمیتونم تو چه جواب من برادر عزیز ما شما را اکستریمیست و تروریست معرفی کردیم ببینید من نمیفهمم ما معرفی کردیم این ملت تاجیک اکستریمیست ببین در اینجا 2,500 کس تماشا داره ببینید برادرو وقتی که من میگم لایک بمونه هر کسی که در سخن حق لایک نمیمونه فهمیدید در سخن حق لایک نمیمونه اون با این معنا هست که نفرت از سخن حق داره این را فراموش نکنید وقتی که من میگم که
این همین غیر اینکه لایک این در همین کامنتاری ما دیدم همین دلیر امامعلی را بردن محکم کردن. بیا اکای سن اشورو بیا التماس همین سوال من جواب دیدم برام پای کارم شم میرا دلیر امامعلی میرا من شخصیت دلیر امامعلی ندونم اخی من برای یگان معلومات تئوری ندیدم که خزم موز گپ زنم که دلیر امامعلی ما برای تو معلومات سوال من جواب بدی که پگم من دایا دولت خوجا خیلی روسیه را نمیگیریم اینا گوش کن یا اساسی گپ میگم начальник следователей امی روسیه گوش کن حاضر پریکاز داد که کردم شهروندی روسیه دم اسپورا اصحاب اینا با هم تاجیکو دا بره درک شبیه و که کردم استاتیو قطعی در تاجیکستان سراغ شدگی های اصحاب اینا با هم خیلی اصحاب اینا تاکید کرد که همین تروریسم اکستریمیسم مخالف دولت اشتراک کرده باشه دستیش تیار کنه اولی رزولتات نگفت که چیکارش کنه نه گفت که دستیش تیار کنه ممکن که نمی هم مدت بعد دیگه کو همین دستیش تیار کنه معنی هوا اگر همه معنی داشته باشه در شهروندی قبولش نکنه کو الکه زلال شما در جامعه امروزه ملت تاجیک میرسه ایرو چی ایرو که تخت سمستایت نه مبارزه میگوخته مبارز میگوخته حق گو میگوخته نکی در برابر که همین گپ میگوی هم پل کار منی هم مردم مجبور منی که لایک بونه که حالا که تمه دونی که نه عاقبتش به ملت تاجیک چند قزلال داره چند قزلال داره شهروندی ترا نمیگیره در دیگه مملکت هم چه تروریست شناخته میشه تا همین هم میدونی باید ایزان کسی که بمونه لایکا تو عاقبت ملت فکر نمینی ملت برای تو ارزش نداره عاقبت ملت ما فکر کنیم که رحمانوف من تاجیکیت گفته هستم که من اگر در همه حکومت امروزه هم که اگر باشم من برای حفظ دفاع مملکت جمعیت جامعه من قانون قبول مینم حالا که این 307 ببین ببین زور نرسی نه گرنه پروستات بسیاری بعد گرم میزنی آدم چی میشوده ببین سامردین نه اوسک شو اوسا ای بچه ببین الله در بزرگیت بمرمه الله در بزرگیش اگر بری در تاجیکستان قرآن معنی درس دادنش میفهمی دروغ میگوی با الله قسم دروغ میگوی در تمام مکتب اوکی بچه چی سامر تو الله بترس من دستروگی رژیم شتگیم با الله قسم من لازم مردکی میگم در کلپیش دی کارمند مقامات حفظ حقوق یا بچه هم خیلی جونیسیو کرد شوری موری کرد گفت ای ممری برای دمچی در کرد مستقیم ای ممری برای قرآن بخونی در زندان در کلپیش نی دستروگی رژیم کارمند مقامات ما اصلا در این مسئله اما در این مسئله که قطعیت سپورت نمیکنیم برای که اون چیزایی که فکت به ما رسیدگی هن دلیلی که نمی قانع کننده شما خیلی که دروغ میگوی دروغ میگی ای بچه در تاجیکستان سوید نیست دروغ میگم با موضوع را دیگه سینه بر بیا موضوع را در کذات دینم حضرت جمهوری مطلوب در غیرم شاگیر داشت کسایی که لایک نموندین باید برگه میگم لایک بگذاره فهمیدی؟ کسایی که کامنتر یا ننویسه بعدای بنویسه اکای سن اشور نمیشه که همین مرده گورین همین در همین روسیه و در اروپا و در یوژنی کره همجا مهاجرا بسیاری هم یا سازمان تشکیل کنیم مرده گوریم سوم جمع کنیم یا سه چور سومی تو بتین زندگی تو تنج کنیم بیای هم ملت بدنوم نکنه اگر ما اولی خدمت اگر بگم کو با نمی مهنتی حلال کار میکنم اگر رویش کنم یک ماهای اولی که ما کو تو 6 ماه یانباش میکنی فهمیدی؟ برادر من اویلک نمیگیرم من یک دهقانم نه که نمیطلبم مردم مجبور نمیدونم که لایک بمونه برادرو پل بگذاره این پل برای منفعتی نمی برنامه ها فهمیدی؟ تمام فهمیدی؟ این نمی پل بگذاره برای نمی منفعتی برنامه ها است و نمی برنامه ها را ما باید پیش بریم انا این که برنامه تا پیش بردم بگی اخی بچه با گفته دمت که برنامه تا پیش بر اویلک 6 ماه خود خرو که من بدای برنامه تا بردم بگی بله مردم مجبور نه که تروریست نه که اخی مسئله لایک گفتی برادرو لایک بگذاره او کسی که زندانی میکنه
او رحمانوف زندانی میکنه و میدونه که به خاطر چی زندانی میکنه. وقتی که این انسان میگه که من میرم در یک کشور میگن تی تاجیک تروریست اکستریمیست، وقتی که میگن دکازات کن میگه حکومت شما علاقه شما را اکستریمیست تروریست بای حکومت ما این کار اعلام نکنه. تشکیلات خارجی گفته صدام من ترا تشکیلات خارجی جمع نمیبره به مسپوریکو پلتومتیان. تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی هیچ وقت تشکیلات خارجی این گپ نمیبره و این قانون هم تا حاضر هم تصدیق کردگی نیست. اگر همچون تشکیلات های خارجی ما را یک اکستریمیست و تروریست اگر قبول میکردن با گفته رحمانوف، ما امروز میگم در دامن رحمانوف بدیم. اما خوشبختانه اینها کله دارن، در بالای کرسی ها کله ها شیشتگی های، نه اینکه به مثل حکومت رحمانوف در بالای کرسی ها کدوها شیشتگی باشه. هزار همه به پدرت کله دارن که شما معلومات را بپل میتید. در جایی که ما بریم برای زنبور پروری در تاجیکستان پلاتید کنیم خودش بپل معلومات گوش کن یون باش که ای بچه نه سمر گوش کن یکی من ممکنه میقدر سمر گردم به موضوع همین تشکیلات های خارجی میگوی شما و همین تشکیلات های خارجی میگوی من سمر نوم ندارم. من سمر گوش کن اکای سمردین گوش کن عمومی گبزن شخصیت من گوش کن تو کی که میتونه احترام میکنم تو فرست احترام میکنی یکان چاپلوس لایق احترام نیست ساز نگم که گوش کن یکان چاپلوس لایق احترام نیست سمر باز میگم که تو وقتی که درباره تشکیلات خارجی که میزنی تو عالی معلومات نداری که تشکیلات خارجی چی نیاز داره به معلومات تاجیکستان برای معلومات تاجیکستان چی نیاز داره. هر یک دولت خارجی در تاجیکستان سفارت داره سفارتخانه داره. اگر معلومات بیاد سفارتخانه میگیرن جاسوسی کردن هم سفارتخانه میکنن. یگان تشکیلات خارجی برای معلومات تاجیکستان نیاز نداره. تاجیکستان چی معلومات داره برای تمام کردی؟ نه آخه تمام نکردم ولی همین تاجیکستان سوال گوش کن. تاجیکستان چی معلومات داره که برای تشکیلات خارجی اینترس میده؟ سوال این خیلی چی معلومات داره؟ چی مخفی داره تاجیکستان؟ هر یک اینفورماسیون که شما میبره میتیش اون اینفورماسیون در تشکیلات خارجی که میبره میتیش کو هر یک اینفورماسیون شما میتیش وای گفتی همو گپای چی که برای اون تشکیلات خارجی در کارای میفهمید تعمیرا در کارای. من از یه مثال میارم گفتی که مثلا برای سوال برای کدام تشکیلات خارجی معلومات در کارای بس هم جواب بدین. من دست وقتی یه حیات گپ میزنه که به معنی میزنه برادر گپ به معنی میزنه که فکر اساس دارن. من تا سوال بدیم که گوش کن سمر گوش کن تو من تا سوال بدیم که هم کدام معلومات تاجیکستان برای تشکیلات خارجی لازمه. بس من گپ زنم اخی من از طرف دکازات من که هوایی گپ نمیزنم رنگ تا اسمو سفارت من دست پسکریتی تاجیکستان بدم. خوان مندس نماینده حقوق بشر ای خدی امریکا پرید قتل لیلیا زخارچنکا نمایندهش راست پیش پرزیدنت رفت. خوان مندس لیلیا زخارچنکا اومد در زندان درمد دست پسکریتی درمد. یگان کارمند مقامات حفظ حقوق دگیزش راه نداد. در تاکای استپن گپ زد که پروا چیکار داشت هایکا کی توشتو کی دامن عرض میکنه باید با کارمندای مقامات حفظ حقوق معین نشوه. خودش اومد لیلیا زخارچنکا با زبان روسی گپ زد. چی پرابلم داره؟ با من میگم نومی همو محبوس هم داشت میگیرم سمندر یوسف خس گپ زد گو ما هم که پرابلم داریم. گو چی پرابلم داری؟ گو ما شکم و دادرنی همی دادرنی همجا میشویم در همجا قاق شومینیم همی نمنوکی همجا ممکن که ما کسل شیم. همی شکر باید در دیگه جو شویم قاق کنه اوت کنم بیارم با مورا بتیام. گفت تمام این پرابلم گلوبالیه. گفت ایرا گفت ما باید ابیزات نرشد کنیم. ما گفتیم تمام این پرابلم حل شد دیگه ما با این پرابلم آزاد شدیم. بورمد برفت بعد لیوای آینی حال با نظر آوش اومد. گفتیم همین خیل ما گپور قتل لیلیا زخارچنکا زدگیم پرابلم ما رشد شدگی های آینی حال با نظر آوشم همین خیل اکا همین من همین شما را دوست میدارم من به شما میمرم خلاص های گپ کوتاه کنیم. بعد لیوای
زاروش میگفتن نچانیک ترموی تاجیکستان فامیلش چی بود آیا دنبورمد ها زیراش نبود پیش ای بدگی اومد دورمد هم سلیمانو یوسف سمندرов یوسف فریاد کرد گفت این همی تو این همی معلومات دادی ها میدونی چیکار کردی گفت نه گفت 100,000 لیلی از خرچ کشید بودم 10,000 اوینی هول با نظر شد بودم برمدم برفتم کوی نه پرابلم اترا کو کیمیا نظارت مینه کی حل شده یا نه با الله قسم یگون کسی که سلمونا دومد پرابلم حل نشید اینا با الله قسم خوردم پلاکلی دورمد برا اکای سمردین پرابلم جمعه را